سلام بچه ها، چطورین؟ پارسا گیمر هستم. خوش اومدین به این ویدیو جالب و جذاب. آقا ما میخوایم امروز با پاسو روح اعدار کنیم دیگه. چه خلاقیتی هم دیگه میخوایم. پس با من همراه باشید، چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلشو بذارین، این ویدیو رو لایک کنید تا هر وقت ویدیو کامنتی داشتین بنویسید. بریم سراغ ویدیو. یه بازی پاسوره که انجام شده، همونطور که مشاهده میکنید از بازی اینم از بازی پاسور که اول از همه کارت رو بذارید من در بیارم براتون. همه کارت‌های پاسور در این چالش نیازه. سپس نیاز به مقداری تلسم که اجازه پخششون رو ندارم رو کارت رو همه رو پخش میکنم. بچه زغاله روشن هم بود داخل این جریان نوشتم مشاهده میکنید. حالا روی جعبه یک شمع روشن میکنم. فندک آوردم، امیدوارم جور که هم میخوام روشن میشه. بچه دستم سوخت. حتما البته که این کارشو مایم توصی که من انجام دارم انجام نمیدید، ولی اصلا حساستون باشه. شمع روی این میذاره. با همین ترکیب مراسم شروع میشه. دیگه دستم میسوخت، خب خمیدن نیستی یک کرم چیزی بمالم خب تا خوب شه. آقا یه نرم افزار جدید اومده به نام گوستوک. هر حرف رو بزنه و بیان میکنه اون، اما و جو اونجا میفهمه. اما فعلا چون اولین ویدئویی که دارم با موجود ماورای کار داریمه، فعلا کاری ندارم باش. و اینم از اوضاعمونه که شم خاموش شده. اینم از اوضاعمونه که شم خاموش شده. امیدوارم تا اینجا کسی نیاد. نصف شب هم مثلا میترسه. اون هرکی دوست داری. خب بهترین چیزی که واقعا میتونم راه بندازمش. خب برای اینکه به جعبه حکم آسیبی نرسه و حادثه قبلی پیشی نیاد، یه بار دیگه شمع روشن کنیم و مراسم شروع میشه.
همه نفی میزنی تو به این مراسم دعوت شدی با ما حرف بزن. هر روحی اینجا هست تو هر کارتی که تلسمت تکونش بده. این که من باشه واقعا نمیدونم خودم کجاست تلسم. هر روحی اینجا هست لطفاً یکی از این کارت‌ها رو تکون بده. هر روحی اینجا هست لطفاً یکی از این کارت‌ها رو تکون بده و اون کارتی که توش روحه رو به حرکت توش تلسمه رو به حرکت در بیار. آیا روح اینجا هست؟ آیا روح اینجا هست؟ یه صدا اومد. گوش کن. من یه لحظه برم شما بیام که چیزی شد ملت ببینه که الکی نگی خودکشی کرده با اینا اینم از وضعیتمونه. اینم از این انباری که اومدیم. نه آب از آب تکون نخورد. ای بچه یه کار جابجا شد میبینی؟ اینجا بادم نمیاد. هر روح اینجا هست حضورش من اثبات کنه. هر روح اینجا هست لطفاً حضورش رو به من اثبات کنه واسه این دنیا لیستاب درست شه. ببخشید دوربینه بسیار در سر اینجا بهترین جایه. اینجا بهترین جایه و میبینید که یک از کارت جابجا شد. کارت دوم اگر جابجا بشه آقا بسته دیگه به نظرم، چون ممکن اتفاقات بدی برام بیفته و از شما میخوام اصلا به هیچ عنوان این مراسم ها رو انجام ندید. آیا روح اینجا هست؟ هر روح اینجا هست لطفاً حضورش به من اثبات کنید. هر روحی بابا یه بار تو کارت تکون بده، یه بار دیگه کارت دیگه هم تکون بده. هر روح اینجا هست حضورش رو به من اثبات کنید. هیچ گستوک بود. فقط چهار کلمه ما حرف میزدیم. ببین همین وسط بود دیگه، نگاه زاویه دور نفهم فقط عوض کردم، هیچ دستی به این نزدم. مگه داریم؟ تمام بس دیگه. من واقعا دیگه خیلی اوضاع داره خیتر میشه. یوتیوب عزیز گیر نده این آب شمه. خب
خب به سوروساتو جمع کنیم و بریم و من این تلسمای مسخره رو بندازم دور. خب بچه ها، اینم از این ویدیو. مرسی که از اینکه ویدیو رو تماشا کردید. حتما چنل من سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو بزنید، این ویدیو رو لایک کنید تا هر وقت ویدیو گوشتم شما اولین نفره باشه این ویدیو رو نگاه کنید. وای ولی بچه وای چه مرسم وحشتناکی که بود. یعنی من با گستوک کار میکردم اینکه سکته رو زده بودم. ولی خب به گستوک استرسی تر شد. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.